که برداشت تیم خودش بود، تیم من نبود. اگه پاریس سن ژرمن رو من بردارم، این یه تیم دیگه برداره. شهر عجیبیه. راستشو بگید که بریم هلند کمپ کنیم، حال میده، جاتون خالی. دقیقاً دیگه که همین دیگه. آقا مرتضی هم نیم ساعت ما اینا خونه منه. اینا خونه منه. این ماشینم برای همسایه‌مه ولی برای منه. بله یکی از دوستان مثل این که همونجا خوابش برده، برنامه کنسله، بریم خونه. چرا انصافا خوش تیپ شدی امروز؟ میخوری نه؟ زنشنگمن شدی. نمیان که این بچه ها ها؟ گیرله درست کنید. گیرلمون چپ شد. ریتم کفشه من شیرمان اومد اینه هاش. این هم آقا سیاوش همه شهر اینجا چی کار میکنی؟ چه فازیه؟ ما قرار بود ساعت 12 را بیفتیم بریم. خب آقای مستر سیامک بله هم تخته رو خونه جا گذاشته. بله. بعد اینجا تازه یادش آبجو نداره خونه، بعد بیان آبجو بخری بندم ریوین. بیا نگاه اصلا شاید نرسیم اصلا با این وضعیت. اشکال نداره، مهمونه دیگه، یه خورده حواس پرت. سایه که هنوز اینجا. سایه که اینجا هست. شهر عجیبیه. بعد هنوز تو هم خوش تیپ کردی. اوه زون شنگ من نایمن. شیوان اومد وای کیزده خداوکیلی حس داستانای مثلا 20 خورده سالی دانشگاه که تو ایران بودیم، یا مثلا زنگ میزنه آقا بریم شما فرمو. چیزی که میخوام بگم، ببین الان ساعت تقریبا نزدیک 1. ما دقیقاً ساعت 11 ظهریم پلن چیدیم. 11:01 خوب پیش رفتیم تا الان. اگه آقا شیروان تختر یادش نمیرفت الان تو راه نه اگه خیلی خوب باشه چرا اونجا مثلا بگم آقا اینا با من نیستن، شما باید تو کوچه بخوام. فقط شما حق وتو داری. یاد نقی تو پایتخت افتادم. اخلاقای هر با من مخالفت کنه همینجا پیاده. حالا یه سوال هست، ما هم تماشاگریم دیگه. من عقبیم دیگه. آقا شما باید رأی بدین دیگه. الان من دموکراسی میذارم، من قدم دیکتاتور نیستم، فقط حق وتو دارم. حق وتو خب داستان این شکلیه که الان به دلیل یک سری شرایط اینا اصلا همه‌شو ول کن، ولی کلا خب می‌خوام آقا هزینه ها رو شیر کنیم دیگه، درسته؟ یس کسی یس بیبی تموم شد، تایید کرد با آقا. الان ماشین داریم راه میریم، اینجا زده 619 کیلومتر میتونه این ماشین راه بره. بله درسته؟ اگه خستش نشه. سهرا میگه که من اینو پر تا خرتناخ پر کردم. خب الان باک پر تحویل میدم ماشینو بهتون، آخر سر که برگشتیم باک بر بهم بس بدید. رای گیری کنیم آقا، رای گیری کنیم. کی موافقه؟ دستش مخالف. یادشید خداحافظ. آقا من گفتم با ماشین شرکت میرفتیم. بیا آره با باک خالی میرفتیم، با باک خالی هم برمیگشتیم. اینجا رودخونه است، الان میریم میشیم ماهیگیری. آقا منم گفتم آقا با ماشین من برین 106 میسوزونه، با رانندگی من 105. دیگه فردا شب میرسیدیم. تبلیغات نکنی نه؟ واقعا مهندس چی میخواد بگی؟ چی میخواد؟ گوجه فقط من گوجه خیلی برام مهمه. نه چرا اگه خیلی باشه چرا؟ خیالم سالم و ترتمیزه. با این وضعی چه رنگندی که اینا دارن به قرآن ما اصلا آخر شب میرسیم اونجا فقط بخوابیم، فردا صبح برگردیم. چه سیستم، چه حرکتی آقا، عجله کنید. شما که به یه دونه بعد زار دو ساعت پیششی. خب شما حرفی نری. همین دلیل چیه؟
12 سال ایران نبود، فارسی من خیلی ضعیف نمیتونم. کلاش بگیر اینا بابا گوشی تو حافظه نهاری. نه میگم خسته. چرا خسته بشم؟ فارسی نبود. 5 یورو میشه. تعارف ایرانی. 5 یورو بده خسته نمیشه. بزن به حساب کارم همینه. مادر خرج کیه؟ شیرو 5 یورو بده شارم. چی آسیب زمین نمیخواد؟ من این جای دست چیزم. دست سلفی. سلفی. بریم گوش. سوسیس بگیر. همش گوشته. چی میخوایم بگیریم؟ بیا ببینم چی میخوای. چرا همه میپرسن چی میخوای؟ چی بگیریم ما یا چی؟ هر چی تو حالت. سینه ما. گریل میخوایم بندازیم سیخ که نه توری داره. آها از این چیزاش اینا مال آماده شه. نه زود خراب میشه. سینه این جیگره. واو جیگر. این چیه؟ کروکودیل بوده اینجوری سلافش کردن اونطوری شده این؟ نه اون آها یا مایور بگیر و همچنان خرید بله خریدم طرف فکر کنم زد بالای 200 یورو. بابا خوشمزه و لذیذ. پول خرید نمیدم. رایگیری می‌ذاریم که نمی‌تونی بگی. من به عنوان مادر خش حق به تو دارم. 100%. آقا می‌خوایم 24 ساعت بریم بیرون ببین چیزی داریم پاره می‌کنیم خودمون. ببین اینا خوب نیست اون کم میگیرم برو گرفتم چه بریزو به پاشیه اینجا. داشت هزینه ها خم بر چهرت نیورد. موضوع چیه؟ اصلا دشواری نداریم. آقا کی ضرر کرده؟ من یا تو؟ ببین فکر کردی همش این شکلیه. گوش بدبخت تو منو ول کردی رفتی ولی من پوستم تلاوره. خب دوستان کی ضرر کرده؟ من یا تو؟ سفر یه روزه کنسل شد. من مثلا آذوقه 1 ماه دارم. خدافظ. بابا الان به تو میکنم میپیشونم. حالا بعدم حساب کتاب میکنیم. یک چاره بشم میدم. شهر ما نمیخواستیم بگیم. حقیقتش ما میخواستیم خریدار رو انجام بدیم تو رو همینجا بذاریم و تو بری حالت ما بریم هلند. ولی خب دیگه لومون ندیم. ولی قشنگی این جریان به اینه که ببین الان شاید مثلا خیلی بگن چرا بیشتر نمیدید، چرا 3 روزه نمیدید، 2 روزه نمیدید. ما هممون کار میکنیم، هممون کارمندیم. ایشون مهندس شرکت فولکس واگن هستن. آقا اینو نباید تو ولاگ بیاری. این الان خودنمایی توضیحه که آقا ما از این الاف میکنیم شرکت نفتی نیستیم. بریم بابا بریم واقعا شغلاشو نمیگم. نگو نه سقفش وا نمیشه؟ نه این سقف عقبیه نه جلوی به چه دردم میخوره جلوی آخه. به نظر من اونایی که عقب نشستن باید 50% پول بنزین کمتر بدیم. اما منظره کمتر ما میبینیم اضافه رو باید راننده بده. آقا ترافیک هم داره میشه. نشد 200 رو باش پر کنیم دیگه. ترافیک شد دوباره. از برنامه عقبیم. ببین ما قرار بود ساعت 2 اونجا باشیم. ساعت چنده؟ 2 دقیقه عقبیم. بعد آقا یادتونه گذشته و یه روغن. آره یادتونه اون موقع گفتم 620 کیلومتر راه میره. 20 کیلومتر راه رفتیم شده 530 تا. یعنی داداش این آدم این ماشین آرومیه. این چه ماشینیه؟ فقط بنزین میخوره. این گازی که میدی همین میشه. اولا که دیزلیه. یه بلیتزارد هم نزد حال کنیم. بلیتزارد نزد. نشد دیگه. ترافیک شد. خواستم 200 برم نشد.
نشد. پولم دادی بابت ماشین؟ نه می‌خواستم کله مال شرکت. نه می‌خواستم کله امیدو بخوابونم. یه یوتیوبری هستش خیلی باحال، خیلی دوستش دارم دنبالش می‌کنم. اینجا چیز از اینجا به چالش میکشه. تگش میکنیم امید اینجا. امید یکی دوست داره با ما ارتباط بگیره. خواستم بگم داداش تو با فراری و لامبورگینی و اینا میگازی، ما با همینم میگازیم. با همینم میگازیم. ما کف اتوبان آلمان با یک کیا خوشگل و نارنجی با اسپورتج میگازیم. حالا من هیچ ایده‌ای ندارم که ولی امید جان اگر تگت کردیم و اومدی اینو دیدی، من میخوام ترجمه کنم. این آدم خیلی حال کرده باهات و واقعا مثلا یه گاز میخواد باهات بده با همین ماشینا، نه با اون با اون ماشینا 200 تا رفتن کاری نداره بچه. کاملا درسته. فرمودن درسته. بله تایید فرمودین؟ من تایید میکنم. شما هم تایید کردین؟ امید یادت کردیم. آره امید یادت کردیم، دوست داریم. مهران تو هم همینطور. مهران کیه؟ حالا یه خب یه چراغ سبزی هم به مهران هم نشون دادیم. خدا ما به چالش میکشیم. هر کسی که حرفی در این رابطه داره ما به چالش میکشیم. ما هستیم. شما میتونید بیایید به ما ملحق بشید. داداش مشکل نداره. جا نمیشه. حتی مردی که تو BBC کار میکنه ماشینا رو به چالش میکشه هم به چالش میکشیم. اونم به چالش میکشیم. مشکل نه، مالی نداریم ما. دشواری نداریم. نه چرا خیلی باشه یاد باشه چرا. بچه استیم کمپینگ پلاس 5 ستاره. ستاره رو بگی واسه. بله 5 ستاره است. ستاره رو بگی. اوف. پارک آبیش بیرونش بسته. دکلاین ولف. مام شیروان. بله. مام مرتضی. سرچاوا. چاوایت ماچ بکیم. یعنی چی؟ رو تو میبوسم. کرزی زانی؟ من نزانم. از نزانم آخ. قشنگ بود. من 20 نزانم. خب بریم رزپشن اول ها. دیگه در این ور بازه. دست نبر. حرکت کن. دست راست. دوست نه بد گفت. من از طرفش عذرخواهی میکنم. نه باید خوش. نه من طرف ایشونم. آقا ما این ویدیو که داریم میگیریم ورودی کمپ شخص مخزنه. اومدیم شیروان رو تحویل بدیم. اینم با امید خدا که آره کمپ ترک احتیاط دادن ان شاءالله که ترک میکنه، مثل تمام انسان عادی وارد جامعه میشه دوباره. به قول یارو درست میشه. یه کوچولو میبرن زندان. چی گفت اون رفیقت؟ گفت حال کردی چی؟ خوشت میاد. اینا استلخندان. من میرم استال. من فقط میرم استال. من درخواست آب دارم. میشه تو استال شاشی؟ بی تربیت تو فیلم این حرفا نزن. اینجا حلقه زرد و آقا من اینترنت هم کار نمیکنه، مشکل دارم. رومینگشو فعال کن. رومینگش هم فعاله. خب گوشیتو خاموش روشن کن. از اینجا بود فکر کنم. اون آدم خری اومده داره چادر میزنه. کی خر بود؟ چرا خره؟ یعنی هر چیزی چادر بزنه خره. سنجاقی چیزی داری من این سیم کارت از این درارم الان من بهت بلند میدم. این دقیقه صبر کن برسیم. این زن و شوهر ترک کردن و خدا رو شکر دورشون سفری شده. برن کمپ رو ترک میکنن. دوستان یه چیز جالب بگم. ما اتاقمون یکه. شما چرا میگه ما؟ یکی میگه معتاد خودشون اتاق خصوصی دارن. رسیدیم. اینا یک. با پیاده شما کنم راحت پاک کنم. امینه خونمون. بله. خونمونه. راست میگی؟ جا داری بیام؟ آره برو. شهرام تو من تا یه جایی شنیدم تیران ولش کن، حالا تو ویدیو جاش نیست. عجب خونه ای دارین، عجب منزلی.
عجب منزلی. ویو داره. عالیه، جاش خیلی خوبه. از نه دارم بالا چک میکنم ببینم. آقا خیلی باحاله. آره قشنگ. دمتون گرم اومدید. قربونم بری، فدام بشی. از بالا برو بالا. آره. مردم هستن. بچه اینجا چون همیشه دیجیتاله، ما اول قفل کلید خونمون رو باید با گوشی باز بکنیم. جدی میفرمایید؟ توضیحاتش هم که بله من نمیدونم. هات اسپات رو روی ویو رو داره. گوشی هواوی میت 26. املتش از آلمان صرف میکشن. آقا نگاه به این سفره فقیرانه نکنید. این تربندیه، میخوایم بریم مصرف شنا. جدی میفرمایید؟ موری عزیز. نه مادرخواه رفته درست. ببین حاضری؟ پول بدیا.